سرخط خبرها. پرونده جنایتی نسبت یک جوان برای سرکشی از خدمت حربی. مرگ 4 نفر از یک خانواده تاجیک در روسیه در پی سوختار. 8 سال زندان برای مردی که همسر و کودک نوزادش را لطوکوب کرد. مرگ 3 نفر در نیروگاه روغون بر اثر یک حادثه ناخوش و امکانیت رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. سلام بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه 97 روز از استودیوی ارتجی مهمترین خبر و رویدادهای هفته اخیر را منظور شما می‌گردانیم. ایدی بکی سعید هستم و شما را در این برنامه همراهی می‌کنم. در ناحیه ظفرآباد نسبت یک جوان پسر برای سرکشی از خدمت حربی پرونده جنایتی گشوده شده است. جوان 22 ساله به جای حاضر شدن به کمیساریات حربی به روسیه رفته است، خبر داد وزارت کارهای داخلی. طبق اطلاع این نهاد گمانبر با بهانه سرکشی از خدمت حربی به یگان سبب‌های عذرناک به کمیساریات حربی ناحیه ظفرآباد حاضر نشده به فدراسیون روسیه رفته از دعوت نوبتی به خدمت حربی سرکشی نموده است. در این باره نظر خود جوان معلوم نیست. مقامات میگویند نسبت او با ماده 343 کدکس جنایتی پرونده باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. این بند قانونگذاری جریمه یا تا 2 سال زندان پیش بینی میکند. 4 نفر اعضای یک خانواده در نتیجه سوختار در روسیه به هلاکت رسیدند. حادثه 3 نوامبر در یک بستانسرای کنار شهر سورگوت روسیه رخ داده. در پی آن یک مرد با کلین و 2 نبیره‌اش به هلاکت رسید. این عائله زادگان ناحیه اشت بوده در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. مرد 54 ساله را همراه با کلین 27 ساله و 2 نبیره، یکی 4 و دیگری 1 ساله 8 نوامبر در ناحیه اشت به خاک سپردند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زبانداری و ملکه کاری طلب میکند. اگر میخواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد میکند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام میکنند و کاملا رایگان میباشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد میکند و همه شهروندان از 16 ساله بالا میتوانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی میشوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانیت‌های با کار تامین شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. در ناحیه خراسان یک مرد برای لطوکوب همسر و ضرر رسانیدن به سلامتی کودک نوزادش 8 سال روانه زندان شد. حادثه 7 ایول سال روان در دهه چهارباغ این ناحیه رخ داده. مرد در حالت سرخوشی به این کار دست زده است. اطلاع می‌دهد سوری ناحیه خراسان. سودشونده علیموف با همسرش بحث و مناظره و جنگ و جنجال نموده نام برده را مورد لطوکوب قرار میدهد که در نتیجه فرزند 7 ماهش ضرر جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه بستری میگردد. سود این عمل را نشانه‌های خوفناک برای حیات میداند. علیموف با ماده 110 قسم ب بند وی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته به مهلت 8 سال از آزادی محروم شده است. بر اثر حادثه ناخوش در محل ساختمان نیروگاه برقی روغون 3 نفر به هلاکت رسیده، 1 نفر جراحت برداشت. این حادثه را خدمات نظارت در ساحه کوهکاری به رسانه‌ها تصدیق کرده است ولی جزئیات بیشتر دسترس نیست. با گفته آنها حادثه روز 12 نوامبر رخ داده. فوتیدگان 39، 40 و 51 ساله بودند. گفته می‌شود کارمندان فوتیده کارگران شرکتی خاکروگ میباشند. تفتیشات در این باره ادامه دارد. در روسیه برای شهروندان تاجیکستان رقم یگانه مشورتی راه اندازی شده است. توسط آن به تاجیکستانیانی که در روسیه قرار دارند مشورت رایگان حقوقی رسانیده می شود. شهروندان تاجیکستان از جمله مهاجران و دانشجویان می توانند بر رقم‌های +7 965 320 55 02 زنگ زنند و وابسته به مسائل حقوقی از جمله قانونشکنی‌های مأموری و قاعده‌های بودجه در روسیه مشورت گیرند. با کارافتادگان گروه حقوق‌شناسان عبارت از 5 نفر کمک می‌رسانند. یادآور می‌شویم که چند پیش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از فعالیت سستی نمایندگی‌های مقامات تاجیکستان در قلمرو روسیه اظهار ناراضگی کرده. گفت با سبب فعالیت سستی نمایندگی مقامات تاجیکستان در قلمرو روسیه گروه کاری رفته وظیفه آنها را اجرا کرده ایستاده است.
در ناحیه باباجان غفورов یک مرد برادرش را با کارد زخمی کرده است. از جانب کارمندان میلیسیا مرد 41 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورov با گمان قصد رسانیدن ضرر وزین به سلامتی دستگیر کرده شد. در این باره وزارت کارهای داخلی خبر داد. گفته می شود گمانبر شونده 10 نوامبر تقریبا ساعت 6:30 در حالت مستی در خانه استقامتیش با برادر 35 سالش ساکن همین ناحیه جنگ و جنجال نموده 5 مرتبه با کارد خواجگی به عضو برادرش ضربه زده است. در نتیجه جبریده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با قسم 1 ماده 113 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. مهمترین خبرهای تاجیکستان را با صرف کمی وقت از سامانه ما یارتیجی و صفحه آن در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک و کانتکت پیگیری نمایید. خیر.